بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان عزیز، ما در حلقه گذشته در آخر اشاره کردیم به جنگ صفین و شهید شدن علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه. بعد از اون که علی بن ابی طالب رو شهید کردن، مسلمین جمع شدند و حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه رو به عنوان خلافت با شورا تعیین کردند و حسن ابن علی وقتی پراکندگی امت را دید، وقتی سرکشی اهل کوفه و عراق را دید و عدم جمع کلمه در بین آنها را مشاهده کرد، صلح با معاویه را ترجیح داد بر این نمود خلافت و به معاویه نامه نوشت و از او خواهش کرد که به بعض شرط‌ها و بعض بندهایی که گذاشته بود موافقت کند و خلافت مسلمان‌ها را به عهده گیرد. معاویه به این شرط‌ها راضی شد و خلافت را به عهده خود گرفت تا وقتی که حسن ابن علی نامه فرستاد و بعد اون که با معاویه صلح کرد، مردم کوفه، مردم عراق حسن ابن علی را تحقیر میکردند، با وجود که محبت اهل بیت را دعوا میکردند، میگفتند که السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر تو ای خار کننده مسلمان‌ها. و کسی از آنها تا حتی حسن را زخمی کرد، در میان شمشیر زدند، اما الله تعالی نگه داشت، وفات نکرد. خلاصه نمیخواستند که همین صلح برپا شود. اما این صلح معجزه و معجزه از معجزه های محمد علیه السلام است که در حدیث وقتی در منبر خطبه میکردند، حسن ابن علی رضی الله عنه وقتی وارد مسجد شد، پیامبر را از منبر فار آمدن برداشتند، در دستشون کودکی 2 ساله بود، گفتند که این ابنی هذا سید لعل الله ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. این پسر من رادمرد است، بزرگوار است، انشاءالله خداوند توسط این پسر من بین 2 گروه بزرگ مسلمان ها صلح می اندازد. و با صلح کردن حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی الله عنه این حدیث جامعه عمل باشد. یعنی ببینید که پیامبر این حادثه رو پیش از واقع شدنش به مسلمان ها گوشزد کرده بودند، یعنی که به طوری نه به طور آشکار بلکه یک اشاره به همین چیز کرده بودند. خلاصه وقتی که حسن ابن علی با معاویه صلح کرد، سال 40 هجری بود یا 41 هجری بود و اون سال را عام الجماعه میگویند، یعنی که مسلمان‌ها همه خوش و خرسندانه به هم دیگر در عام جماعت داخل شدند. یعنی عام جماعت، عام جمع شوی مسلمان‌ها، سرجمی مسلمان‌ها، باز همون تنجو، باز همون آرامی بازگشت، باز دوستی، باز خوشحالی بازگشت. دیگر باز فتوحات شروع شد، مسلمان‌ها با قوت شدند. در نتیجه معاویه بن ابی سفیان به فتوحات خود در قسم شمالی شام و قسم جنوبی دولت بیزنطه هجوم میکرد، فتح میکرد اون شهرها را، از جمله کیپر و دیگر جاها را، و خیلی سهم بزرگی در فتوحات گذاشته بود. اما وقتی که مرگ معاویه نزدیک شد، یعنی که پس از 20 سالی تنجی و آرامی و پس از 20 سالی حیاتی خوب و حیاتی با رفاه مسلمین، معاویه بن ابی سفیان وقتی قرب اجل خود را نزدیک شوی، مرگ خود را احساس کرد، خواست که مردم به پسرش یزید بیعت کنند. یعنی میخواست که مردم را مجبوراً به یزید بیعت کنند. یزید را با خود گرفت و مدینه آمد، اما کسی حاضر نشد. تا صحابه اعتراض کردند. عبدالرحمن ابن ابوبکر صدیق گفت اتریدونها هرقلیه، شما اینا هرقلی میخواهید؟ یعنی مثل گراکل باید که یک گراکل مراد با گراکل دیگر باید، یعنی که حکم میراثی میخواهید؟ گفت شما. صحابه اعتراض میکردند به حکم میراثی گذاشتن معاویه، چون که اصلا مبدأ شورا همیشه رعایت میشد. خیلی گفتیم ابوبکر صدیق به طریق شورا انتخاب شد و عمر ابن الخطاب به طریق شورا انتخاب شد. یعنی ابوبکر مردم رو مشورت کرد، بعد عمر را تعیین کرد و عثمان ابن عفان توسط همون 6 نفر تعیین شدند و علی ابن ابی طالب نیز مهاجر و انصار اونها رو بیعت کردند. خیلی در نهج البلاغه اومده است، علی ابن ابی طالب میگه که بایعون الذين بايعوا ابابکر و عمر و عثمان، مرا همونهای بیعت کردند که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند. با این یعنی به علیه معاویه حجت می‌آوردند که تو چی شده که انسان هایی که ابوبکر و عمر و عثمان رو انتخاب کرد بیعت اونها رو شرعی میدونی، اما بیعتی که اونها عیناً نسبت من کردن اون رو شرعی نمیدونی و مثلا با من بیعت نمیکنی. خلاصه اونا گفتن که همه اینا با شورا بود، تو چه حق داری که میراثی کنی؟ بنابراین اعتراض میکردن در حقیقت به میراثی شدن حکم در اسلام.
شاید که در شخصیت یزید اونقدر اعتراضشون نبود، چون که یزید یک شخصیت عادی بود، از جمله تابعین بود، در زمان عثمان بن عفان رضی الله عنه تولد شده است، صحابی نبود. اما میشود گفت که اصلا شخصیت یزید هم زیر سوال بود، به اون معنا که بین اونها حسین است، ابن عمر است، ابن عباس است، ابن زبیر است، صحابه بزرگ وجود دارند اونجا. یعنی همه اینها رو گذاشته، چرا یزید که یک تابعین است، یگان فضل ندارد، یگان فضیلت ندارد، چرا او باید که مسلمان ها رو رهبری کند؟ این بود دیدی صحابگان. یعنی این رو همچون یک نقض اصل از اصول ها که اون شورا هست در انتخاب خلیفه میدیدن. بنابراین این کار معاویه رو سخت این کار کردن. یعنی اما معاویه پافشاری کرد و اخیراً مردم رو به بیعت با یزید حمل کرد. مردم با یزید دیگر خواهونها بیعت کردند و از جمله بعضی از اصحاب پیامبر برای خود بعد از اینکه دیدن که اکثریت یزید را بیعت کرده است، به معنای اون که دیگر تنجی و آرامی ویران کرده نشود، یعنی که مردم دیگر با خود پیشتر خیلی که در زمان علی ابن ابی طالب و جنگ شهروندی به وقوع پیوست جنگ ها نشود، ابن عباس و ابن عمر رضی الله تعالی عنهم نیز با یزید بیعت کردن. فقط 2 نفر سخت پافشاری کردن که با یزید بیعت نخواهند کرد. این حسین ابن ابی طالب رضی الله عنه و عبدالله ابن الزبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه که حاکم مدینه، حاکم اون وقته مدینه، سخت میخواست که اینها رو مجبور کنه تا با یزید بیعت کنن، ولید ابن عتبه. اما این 2 نفر شبانه پنهانی از مدینه به سوی مکه رفتن تا اینکه یزید رو بیعت نکنن. دیگر وقتی که یزید که به مسند خلافت نشست، به اصطلاح دیگر قضیه حسین به پیش می آید، یعنی که خروج حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه. حسین ابن علی رضی الله عنه، یعنی که میتونم گفت خروجش اولا اگر به تقدیر الهی باشد، دوم سبب خروج حسین است که حسین میگفت که معاویه به بند از بندهای صلحی که با برادرم حسن ابن علی رضی الله عنه کرده بود، این بند را نادیده گرفت. به معنای اون که در اون بند اشاره میشد که بعد از وفات معاویه باید خلیفه به طریق مشورت انتخاب کرده میشد. اما این مرد آمد این بند را نادیده گرفت و خواست که خلیفه را به پسرش میراث گذارد، به اشاره بعضی از همون همنشین‌ها که مشورت شویش که اونها را هم شاید یکم دید سیاسی داشتن که به همین طور اشاره کرده بودن تا اینکه یزید را گذارد، تا اینکه دیگر جنگ و جنجال نشود به فکر اونها. اما البته این به خیلی گفتم اصلی شورا درست نمیگرفت، چون که مسلمان ها اونجا اون وقت صحابه بزرگ مثل حسین و مثل ابن الزبیر و مثل ابن عمر و ابن عباس و دیگرها را داشتند، اونها سزاوارتر به این مسند خلافت بودند. این خود دیدی حسین را میتوان گفت که اول حسین بن ابی طالب به خود شخصیت یزید اعتراض میکرد که یزید آخه تابعی است، چخیل به بالا صحابه حکومت میکند. نه فقط این، یعنی که غیر از این آخه اینجا انسان‌های سزاوارتر از وی وجود دارد. ابن عباس حبر امت، ابن عمر عابد امت بود و ابن الزبیر یا خود حسین بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه. خیلی گفتم حاکم مدینه وقتی مجبور کرد اونها گریختند، اینکه پنهانی از مدینه خروج کردن، با مکه رفتند. حاکم مکه به عقل با اونها کاردار نشد، یعنی اونها رو مجبور نکرد که با یزید بیعت کنند. وقتی که حسین ابن ابی طالب، یعنی بین ما زینه به زینه رفته شدیم، حسین ابن ابی طالب وقتی در مکه قرار داشت، زبیر نیز با او بود، از عراق برای او پیاپی تقریبا هر روز هر هفته نامه‌های می اومدن که ما تو را همچون خلیفه قبول داریم، چون که اونها وقتی دانستن که حسین با یزید بیعت نکرده است، دیگر طمع کردن که با مردی از آل بیت پیامبر بیعت کنند تا اینکه سنت پیامبر را از نو احیا کند. نامه‌های پیاپی می اومدن و حسین که به ابن زبیر اعتماد کلان داشت، گفت که آخه خیلی نامه است، عمر تقریبا 500 نامه شد در دست من باید خروج کنم به عراق روم، تو مردم اونجا من بیعت کردن. ابن زبیر گفت که درست است، منم گفت تو رو سزاوارتر به خلافت میدونم، اما آخه اینجا مردم عراق یک مردمی به اسلام ما در اصطلاحشان غیجانک میگیم، یعنی که انسانی که در لغزشش میشه، اونها یک موقعی سیاسی عمیق ندارن، تو به اونها اعتماد نکن. آخه اونها با پدرت چی کردن، با برادرت حسن چی کردن؟ اما حسین ابن ابی طالب حسین گوش نمیکرد. اینجا وقتی که نامه حضور شدن، حسین خواست که
مسلم ابن عقیل پسرعمه که خود را فرستاد تا اینکه او رود اونجا و تحقیق کنه که آیا در حقیقت همین چیز هست، آیا همین 500 نفر وجود دارند ندارند، آیا اونها در حقیقت به حسین بیعت کردن میخواهند یا نه. بعد مسلم ابن عقیل به کوفه رفت و کوفه رو دید که مردم در حقیقت پیشواز گرفتند و همون شخصیت ها و رئیس های قبیله ها اونو گفتن که ما به حسین بیعت میکنیم و با عقیل مسلم ابن عقیل به حسین، یعنی که این رو همچون جانشین حسین بیعت کردن 18,000 نفر، یعنی که 20,000 نفر. مسلم ابن عقیل به حسین ابن علی نوشت که حسین این مردم در حقیقت با تو هستند، هوای مردم با تو هست، مردم هوادار تو هستند، مردم تو رو میخوان خلیفه بینن، این بیعتشون با من است، 18,000 نفر با من بیعت کردن گفت و نامه رو به حسین فرست. وقتی که حسین نامه رو گرفت خواست که از مکه برآید. روزی 8 ترویه بود، روزی یعنی که 8 ذوالحجه، پگاه روز عرفات است، بس فردا روز حج اکبر است، یعنی پگاهش. تا صحابه اومدن وقتی فهمیدن که حسین میاد نره آخه 2 روز مونده یا حج کنه، حقیقتی مسلمانو شاید آخرین حجت باشد، اما حسین گفت که نه من باید عجله دارم، باید برام روم. بعد صحابه اومدن دیگر نصیحت کنن رو شروع کردن. ابن عباس اومد گفت که هی حسین کجا میری؟ گفت کوفه میرم. واقعا کوفه برام 500 نامه فرستادن، 18,000 نفر ما رو بیعت کرده است. حسین ابن عباس که مردی با تجربه بود، این بازی‌های سیاسی خیلی آگاه بود، با همراه علی بن ابی طالب در جنگ جمل هم بود، در جنگ صفین هم بود و والی علی بن ابی طالب در بصره بود، تجربه سیاسی کلان داشت. گفت که حسین تو اول اونها رو نامه نوشت که همون حاضره والی کوفه که از طرف یزید تعیین شده هست یا از طرف معاویه تعیین شده هست باید اون رو عزل کنن. اونجا نعمان بن بشیر بود رضی الله عنه و هم صحابی بود و یا عزل کنن، بعد اداره خراج و اداره خزانه دولت براه مونن، بعد تو برا رو. اما مادامی که اونجا نماینده یزید هست تو رفتنت خطر دارد، این یک خیانت است، این یک غدر است. و وقتی که تو میری اونها از گپاشو میگردن با اونها باور نکن. عیناً باز همون حجت گفت که ما همراه پدرت بودم، دیدم کوفی ها چه خیلی مردم هستن، عراقی ها چه مردم هستن، همراه برادرت حسن هم بودم که عیناً همین مشکلی ایجاد شده بود، یعنی که تو نباید که روی اونجا. اما حسین گفت من میروم، یعنی که تصمیم کسی رو گوش نمیکرد، مصلحت کسی رو گوش نمیکرد. این ابن زبیر هم خیلی گفته مصلحت داده بود، ابو سعید خدری مصلحت داد، تا ابن عمر رضی الله عنه که یکی از دوستای اهل بیت بود، وقتی که حسین برآمده است، یعنی که 2 روز شده بود، 2 روزه مسافر رو طی کرد تو اینکه پیش روی حسین را گرفت، نصیحت کرد، گفت اونا با پدرت چی کردن، با برادرت چی کردن، با تو عیناً همون کار رو خواهند کرد، اونا مرد غدارن، مردان خیانتکار هستند، اونا رو گوش نکن. اما تقدیر از خیلی دیگر عربان میگن اذا جاء القدر عمی البصر، اگر تقدیر رو دیگر چشم کور میشود. حسین ابن علی دیگر روانه عراق شد و روانه کوفه شد، یعنی که کسی رو گوش نمیکرد. در این اسناد دوستان عزیز تصور کنید، یعنی که سیر گوی میشه که بین 2 نفر نمیمونن، 2 نفر نمیتونن سیر دیگرشون رو پنهان کنن. 18,000 نفر اعلان بیعت کردن، 500 نفر نامه فرستاده است. یعنی آیا این سیر باقی میمونن بین مردم؟ نه هرگز. دیگر در کوفه و در بعضی دیگر اطراف شهرهایی که در اطراف کوفه بودن دیگر میشمیش و آوازهای دیگر مردم حسین بیعت کرده اند، 18,000 به حسین است، نامه فرستاده اند، حسین خلیفه ما میشود. این آوازها به گوش نعمان بن بشیر رضی الله عنه آمد که صحابی بود، از طرف معاویه والی کوفه تعیین شده بود، اما او حرکت نکرد. گفت مادامی که علیهم السلاح نبردارند من اولین شده سلاح نمیبردارم. یعنی مرد به انصاف و به عادله بود، گفت من علیه اونها هیچ کاری نمیکنم. اما اونجا دیگر وقتی که به اصطلاح بی‌عزمی او رو بعضی بوزهای یزید حس کردن، خود بوزها به یزید نامه نوشتند یا اینکه مرد رو فرستادن، گفتن که همین خیلی کار است، در کوفه می جوشد، علیه خلیفه یزید هست و اما نعمان بشیر که نماینده تو هست هیچ کاری نمیکنه برای پیشگیری کردن از این که گروه های سیاسی یا اینکه گروه هایی که پیدا شدن. وقتی که این خبر به یزید رسید، یعنی که به درنگ نعمان بشیر رو عزل کرد، بجای عبیدالله ابن زیاد که حاکم بصره بود او رو تعیین کرد. یعنی بصره عراق رو برای یک کس داد، بصره کوفه رو برای یک شخص داد که عبیدالله ابن زیاد است. عبیدالله یک انسانی لقبش هم میگن که فویسق بود، فاسقشه بود و یا انسانی بیرحم بود. با کوفه در اومد، میگن که وقتی در اومدش
میخواست که تاکید کنه که آیا همین چیز واقعیت دارد یا نه. ملثم میگن به عربی، یعنی که چهره خود رو پوشونده، در سر عمامه داشت و چهرهش رو پوشونده اومد و در وقتی که نزدیکی مسجد شد و خواست که خطبه کند، مردم گفتن السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن بنت رسول الله، سلام بر تو امیر المؤمنین، سلام بر تو پسری دختری پیامبر، یعنی فاطمه رو در نظر دارن. دیگر یقین کرد که مردم در حقیقت هواشو با حسین از هوادار حسین هستند و در اطراف و اکناف به اصطلاح جاسوسای خودش را پهن کرد و خبردار شد که نماینده حسین مسلم بن عقیل در کوفه قرار دارد و اینجور خبری عمیق به دستش افتاد که هانی ابن عروه حسین را در خانه خودش پنهان میکند. هانی را از کوچه قبضاً آوردند، هانی را به اصطلاح استنطاق کردند، گفت من خبر ندارم از این چیزا، برای خاطر اون که هانی را مثلا متقاعد کند تا اینکه نماینده حسین را فروشد. همون 2 نفر جاسوسی که در خانه هانی مسلم ابن عقیل را دیده بود، اون 2 نفر آورد گفت اینا در خانه دیدن. دیگر هانی یقین کرد که این 2 نفر در خانهش بود، در حقیقت یقین کرد که دیگر جای گریز نیست. گفت که اگر حسین زیر پای من می بود من پامو نمیبرداشتم، یعنی که من هیچگاه او را نمیفروشم. یعنی انسانی با شهامت، مرد بود، مرد بود، بنابراین نمیخواست که پسر پیامبر را فروشد، نمیخواست که این عار را برای خودش و آل خودش تا روز قیامت تحمل کند، بنابراین هانی او را نفروخت. خلاصه وقتی که این خبر به مسلم ابن عقیل رفت که و ابن زیاد هانی را دستگیر کرده است و خبری وجود داشتین تو در شهر به گوش ابن زیاد رسیده است، مسلم ابن عقیل گفت مردم را تیز به شورش دعوت کرد. مردم برآمدند، 4000 نفر قصر ابن زیاد را هنگام نماز پیشین محاصره کردند. ابن زیاد هم خیلی گفتم این فوایسق جد سیاسی هم خیلی پخته بود. در صفین عجیبش اینه که در صفین همراه علی بود علیه معاویه. این رئیسای قبیله های همون 4000 نفر دعوت کرد، گفت که قبیله‌هاتون نگاه بزنید که از اینجا دفع شون، نباشد بالا تو بالا میآید. از باری قصد برآمدن اون رئیسای قبیله گفتن که فلانی و قبیله فلانی مقصد مسلم رو تنها گذاره، قبیله فلان گذاره. همینطور تا نماز عصر همراه مسلم فقط 30 نفر موند از 4000 نفر. بازم حرکت تهدیدی ابن زیاد به همون باقی مونده ها دوام یافت. نماز شام شد، به اشاره مسلم یک خودش موند. بعد ابن زیاد فرمود که ابن مسلم گرفت فرار کرد، امانت رو در خانه کدام زنی قبضاً بعد کشتن به همین شکل. خب دوستان عزیز، به این قدر اکتفا میکنیم و انشاءالله در حلقه آینده درباره خروج امام حسین به سوی کوفه و آمده رسیدن امام حسین رضی الله تعالی عنه به کربلا و طف را برای شما نقل خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.